ماشین چند تا عکس فیلم هستش طرف بزنی. اولین تصویر از خودشونه که وقتی آسیب دیدن. ماشینم مال خودم 206. خب یه تصویر دیگه هم اونشون یه فیلم دیگه. یه فیلمی بود. نگاه این فیلم اگه توجه کنی تا 1 ساعت فقط تیکه پاره آهن می اومد پایین. لحظات اولیه انفجار هست که توسط یکی از همراهان این مسئول زد. ترخیص هستین دیگه، درسته گفتیم؟ خودم توضیح ترخیصم حالا. توضیح ترخیصی. چقدر با محل فاصله داشتیم؟ من زمانی کانتینر آتیش گرفت 4-5 متر بودیم. یعنی با نقطه اون کانون که اون توی فیلم ها اومده بود یه جای اول آتیش میگیره چقدر فاصله؟ کانتینر کانکس اتاق من دقیقاً چسبیده بود یک کانتینره. کانتینر لیفتر که بهش برخورد میکنه جرقه‌ای میزنه. 2 دقیقه کانتینر آتیش گرفت. بعد 2 دقیقه که آتیش گرفت کانتینر دوم جفتش دچار انفجار شد. اومدم صدا زدم کارگرها تو انبار بیان بیرون که متاسفانه کانتینرهایی که به ردیف بود باعث حرارت باعث شد کلا منفجر بشن. دیگه سولو و انبار که رفت رو هوا ما هم پرت شدیم به فاصله 15-20 متر پرت شدیم. 20 دقیقه نیم ساعت فقط تکه آهن کانتینر از آسمون میبارید روم. فاصله کانتینر دوم با 20 تا کانتینری که زیر دستش بود در ورودی انبار بود. اون که منفجر شد بعد از 1 دقیقه و 7-8 ثانیه 20 ثانیه یه دفعه کانتینرها 1 به 1 با هم رفتن رو هوا. دیگه انبارم داخلش گوجر بود دیگه، با گوجر رفت تو هوا. حدود سفید مال گوجر بود. بعد اون لحظه‌ای که این اتفاق افتاد بعدش متوجه شدین که چه اتفاق افتاد؟ اومدین بیرون چی دیدین؟ چه تصویری دیدین؟ زمانی که اتفاق افتاد 5 متر رو من خواستم بدوم مثلا سرعت این اشعه رو یعنی دیدم واقعا جوری پرتمون کرد 15-20 متر. از شانس من افتادم تو لاین یخچالیا. دیگه خودمو تو فیلم هایی که هستش کشوندم پشت یه ستونی. کدوم قسمت از بدنتون آسیب دیده؟ من سرم، کتفم، گوشت پام کلا رفته، استخون پام شکسته.